شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز دوشنبه نشست ویژه‌ای را درباره وضعیت افغانستان برگزار کند. نشستی که در آن گزارش 3 ماهه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درباره تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوق بشری کشور ارائه خواهد شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان جورج گانیون رئیس این نهاد قرار است ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان در این نشست سخنرانی کند و تازه‌ترین ارزیابی سازمان ملل از وضعیت افغانستان را با عضوهای این شورا در میان بگذارد. توقع نمیره که کدام چرخشی در فیصله شورای امنیت بیاید که سبب یعنی چرخش در سیاست افغانستان باشه. به طور عادی این جلسات برگزار میشه روی اوضاع افغانستان و به خاطر ارزیابی و ممکن یک چند انتقاد پروتکلی صادر شود. این نشست در حالی برگزار می شود که امارت اسلامی پیش از این بارها نشست‌های شماری از نهادها درباره افغانستان را بی نتیجه خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی پیشتر گفته بود که نشست‌های شماری از نهادها در مورد افغانستان هیچ سودی برای کشور ندارد و سازمان‌های بین المللی به جای همکاری مثبت بیشتر بر نکوهش و اعمال فشار بر ضد افغانستان تمرکز کردند. مجاهد تصریح کرده بود که برخی نهادهای بین المللی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در افغانستان همواره تلاش کردند تصویر منفی از وضعیت کشور ارائه کنند و افزوده بود که این گونه نشست‌ها در صورتی که بدون حضور و نقش مؤثر مقام‌های امارت اسلامی برگزار شود نمی‌تواند راه حلی برای مشکل‌های کشور ارائه کند. و بعد از آوردن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد، حکومت سرپرست افغانستان باید تغییرات لازم را هم در سیاست‌های داخلی خود در مسئله حقوق بشر، بازگشایی در حوزه مکاتب، پانتون‌ها و سایر مسائل که جانب جامعه جهانی مطرح می‌گردد در صورتی که مخالف در مغایرت با ارزش‌های دینی مردم افغانستان و منافع علیه مردم افغانستان نباشد، باید به وجود بیاورند و همچنین در قسمت سیاست‌های خارجی خویش تغییر بیاورند تا این مشکل به صورت دائمی دفع گردد و نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد حضور داشته باشند. در غیر آن تدویر نشست‌ها در صورت عدم حضور نماینده واقعی حکومت میتواند باعث سوء تفاهمات در گزارشات شود. با این همه سازمان ملل متحد همواره پافشاری کرده است که ادامه تعامل با افغانستان برای جلوگیری از بحران انسانی، حمایت از مردم این کشور و رسیدگی به نگرانی‌های جهانی ضروری است. سازمان ملل همچنان بارها نگرانی‌های امنیتی خود را نسبت به افغانستان اعلام کرده است، ادعایی که پیوسته از سوی کابل رد شده است. امارت اسلامی اما همواره تاکید کرده که امنیت در کشور تامین شده و کشورهای جهان باید به جای فشار سیاسی، روابط و همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک خود را با کابل گسترش دهند.